آیا شستشوی حیوانات خانگی برنامه زمانی و شرایط خاصی داره؟ پوست حیوانات در مقایسه با پوست انسان بسیار حساسه و در اثر شستشوی بیش از حد خشکی پوست افزایش پیدا میکنه و همین امکان ابتلا به بیماری‌های پوستی رو زیاد میکنه که خودش باعث ریزش مو میشه. اما سوال مهمتر اینجاست که دقیقاً چطور و هر چند وقت یک بار باید این کار رو انجام داد. اول از همه باید بگم که برنامه حمام کردن حیوان خانگی شما کاملاً به نوع، نژاد و جنس موهای اونا بستگی داره. توصیه ما به شما این است که بیشتر از هفته یک بار حیوان خانگی خود رو نشورید، چون این حس برای اونها خوشایند نیست. نکته دیگه که باید بهش توجه بشه مواد شوینده‌ایه که برای حیوان استفاده میشه. باید دقت کنید که حتما از شامپوهای مخصوص حیوانات استفاده بشه و به هیچ عنوان از شامپوهای انسانی استفاده نشه. و مورد آخر این که اگر برنامه منظمی برای حمام کردن حیوانتون ندارید، حتما به صورت روزانه دست کم یک بار اونو برس بزنید. برس دادن علاوه بر تمیزی و بخشیدن ظاهری مناسب باعث واکنش‌های مثبت رفتاری و بهبود گردش خون در حیوان میشه. این پست رو حتما برای افرادی که حیوان خانگی دارن بفرستید و برای اینکه از سایر آموزش‌های کاربردی ما بهره مند بشید، پیج آسپت رو فالو کنید.